سلام، حال احوالتون خوبه؟ الحمدلله. آقا دیروز بنده موشکاف آخرین چشمه از بکوب تو نظام ولایت، اونم بین سران سرکج دو قوه قلمی رو نشونتون دادم و یه موشکافی مختصری هم داشتیم. اما بعد که خودم بیشتر دقیق شدم و یه نگاهی به اندرونی عظما انداختم، دیدم ای دل غافل، کرم از خود درخته. ملاحظه کنید. خیانت بزک. بله، این سایت عظما بود که تو شیخ فری و رفسنجانی رو دراز کرده بود و به جرم بزک کردن شیطان بزرگ جفتشون رو گذاشته بود بیخ دیوار خیانت. حالا بشنوید از شیخ فری که بلا فاصله ضربه سیدعلی رو بهش برگردوند و اینجوری مالوندش. افتخار قانون اساسی ما اینه که میگه همه افراد حتی رهبری معظم نظام در برابر قانون یکسانند. تازه یه درشت دیگه هم بار عظما کرد که تیویریش اونو درز گرفت، اما از این ور اونور نشت کرد. اینک یک سوال جدی قابل طرح است. طرح این موضوع که امام مسلمین هم باید نقد شود در سخنرانی از سوی فرد دیگر چه معنا و مفهومی دارد؟ باید دانست که طرح اظهارات نسنجیده و دشمن شاد کن از سوی مسئولان هزینه‌های گزافی به دنبال دارد که در سالهای گذشته شاهد پیامدهای منفی آن بوده ایم. خب اما دعوا به همینجا ختم نشد. شیخ اکبر که اسم و عکسش تو صفحه خیانت بزک چاپ شده بود، به ناگهان خرمگسوار پرید وسط مرکب و یه سیخی به پک پلوی عظما فرو کرد که صدای جیغش بعداً بلند میشه. رفسنجانی با ابراز تأسف از اقدامات کسانی که جلوی پیشرفت‌های کمی و کیفی کشور را میگیرند، به معترضان و تخریبگران فضای فعلی کشور، مخصوصاً شرایط پس از برجام، اشاره کرد و گفت همان کسانی که تا دیروز در مقابل بیقانونی‌ها و فسادهای اداری و مالی به بهانه حمایت از دولت سکوت می‌کردند، امروز از هر موقعیتی برای مانع تراشی در برنامه‌های دولت فعلی برای پیشرفت کشور استفاده می‌کنند. اینجاست که معلوم میشه قضیه خیلی بیخدارتر از این حرفاست. لاریجانی و شیخ فری کیلویی چندن؟ بابا دعوا بین خامنه و کوسه است. اون دنبال انقباضه و یکی دنبال چسبیدن به کروات غربیا. اون دنبال عمامه ولایت، این یکی دنبال تاج اکبر شاهی. روز به روزم با هم خونی تر میشن. وقتی از الان وضعیت اینقدر بیریخته، دیگه شما حال و روز این وحوش تو بحبوح نمایش انتخابات رو حدس بزنید. دوستان میگم عجب بکشی میشه.